А вы помните ту самую первую девушку, ту самую, которая сняла все безобразие на камеру своего телефона и немедленно обратилась в отделение милиции? Так вот, это наша коллега, журналистка радио Озоди, Афсона Акобиршоева, наша победительница. افسانه اکابرشاه خبرنگاری رادیوی آزادی برای از بین بردن تابوی آزار زنها در خیابانها اعتراف شد و جایزه گرفت. رادیوی وطن 29 مارس در کاخ سروش 50 خوش سلیقه را اعلان کرد و دیپلم و جایزه داد. ماه اوگوستی سال گذشته افسانه اکابرشاه هنگام تهیه گزارش مواجه با بدرفتاری و حرکت‌های تحقیرآمیز چند جوان ساختمانچی شد. او به پلیس شکایت کرد. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم بحث برانگیخت. در نتیجه جوانان از او عذر پرسیدند و جریمه شدند. افسانه میگوید با این عملش فقط میخواست بدرفتاری در کوچه‌های شهر کم شود. میخواستم که به دختران جوان نشان دهم که هنوز قانون هست و قانون ها مثلا رعایت میشوند و آنها میتوانند در هر حالتی در هر موردی از حقوق خود دفاع کنند، چون بسیار میخواهم که زنهای ما خوب درک کنند که هیچ کس حق ندارد حقوق آنها را پایمال کند. در برابر افسانه در آزمون تاپ 50 49 فعال دیگر جامعه از جمله غفور شرمتوف، تاریخ‌نگار و عکسبردار، مبارک رستمزاده، جوان دختری که از جانب سازمان ملل متحد ملاله تاجیک نام گرفته بود، اسکندر عثمانوف فیلمساز، ماریا شیخووا طبیب و زینالدین رحیموف مربی فوتبال هم این عنوان را صاحب گردیدند. آزمون خوش سلیقه های دوشنبه معروف به تاپ 50 که 2 ماه پیش از طرف رادیوی وطن آغاز یافته بود 29 مارس به خاتمه رسید. رادیوی وطن برای 8مین بار این مراسم را برگزار کرد و مسئولانش گفتند که 50 خوش سلیقه طریق رایدهی انتخاب شدند. آنها انتخاب می شوند که در یک سال اخیر در یگان بخش سهم گذاشته و اسمشان رسانه‌ای شده است. در آزمون امساله همچنین امید صدرالدین و نفری که به زنان خشونت دیده کمک میرساند و هم بیرتا نورو زنی که جانوران بیخانه را در پناهگاه جا کرده است صاحب جایزه شدند. امسال به فرق از سالهای گذشته آزمون خوش سلیقه ها تنها با دوشنبه محدود نشده غالبان از 4 منطقه کشور هم بودند. میان 50 خوش سلیقه ها سالهای گذشته افرادی معروف و سرشناس کشور از جمله سفیران و حامیان حقوق و سیاستمداران هم کم نبودند. از جمله در این میان چهره های چون آینیحال بابانظر و گلرخسار صفیه و مومن قناعت، برزو عبدالرزاقов، دلیر نظر، ادهم خالقов، نرگس زاکر و حامی حقوق، شاهرخ سعید و پسر فتاح سعید هم از خوش سلیقه های پایتخت اعلان شده بودند.